بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. چند روز از انفجار تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان میگذره و هنوز در محافل سیاسی و رسانه‌ای این موضوع در صدر عناوین قرار داره. امشب در برنامه جریان ما می‌خوایم به ابعاد و لایه‌های فکری و جریانات فکری پشت پرده این عملیات بپردازیم با حضور آقای دکتر لاریجانی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تسلیت میگم. یه سلام علیکی با مردم داشته باشید و طرح سوال. بنده هم خدمت عزیزان بینندگان عزیز سلام عرض می کنم و به همه بازماندگان این جنایت عظیم به شهدای بزرگ کرمان عرض تسلیت دارم. اونا باید بدونن که قلب میلیون ها مسلمان ایرانی و غیر ایرانی در غم اونها شریک است و البته اونها عند ربهم یرزقون، زنده هستند و راهشون با قدرت ادامه داره. انشاءالله. با حضور شما امشب در جریان میخوایم ابعاد فکری این جریانات تروریستی رو مورد بررسی قرار بدیم، اما قبلش من میخوام یه سوالی رو بپرسم، تحلیل شما رو بدونیم که اصلا چرا در این بازه زمانی و چرا در این زمان این عملیات اتفاق افتاد؟ فارغ از این که چه کسی این عملیات انجام داده، دنبال چه چیزی بودند؟ زمانش که خیلی برای دشمنان ما مناسب و معنادار بود دیگه. از یه طرف دکترین مقاومتی که جمهوری اسلامی از حضرت امام گرفته تا حالا پیگیری کرده توفیقات عظیم در صحنه منطقه داره. خب این که دیگه دشمنان ما رو به وحشت انداخت. حالا بعضیا ممکنه یک کوری کرونیک داشته باشن در دیدن این توانمندی ها، حالا اون بحث دیگری است. منتها دوران عظیم ظهور یک واقعیت خیلی مهم در منطقه هست. خب این یکیش. هیچ وقت این باند تبهکاری که در فلسطین به اسم رژیم صهیونیستی اونجا آمده در 70 سال گذشته اصلا همچی چالشی رو ندیده بود. خب اینم یکی دیگه. و همچنین در توفیقاتی که ایران در کل منطقه در شؤون مختلف در روابط مختلف خودش با کشورهای مختلف داره، اینا تئوری انزوای ایران و تحریم ایران، خب اونا هم که شکستای فاحش شده. ضمناً ما در آستانه انتخابات هستیم و میدونید انتخابات در ایران یک خاری است در چشم دشمنان تئوریک ما، گذشته از دشمنان عملی. از چه نظر؟ اونا معتقدن دموکراسی فقط باید در تفکر سکولار باشه و این نوآوری انقلاب اسلامی این بود که ما میتونیم یک نظام کاملا دموکراتیک با معیارهای دقیق فنی، نه اینستاگرامی، با معیارهایی که تئوری های دموکراسی در دنیا داره، اما بر اساس عقلانیت اسلامی بنا کنیم. یعنی حکومت اسلامی میتونه مردم سالاری رو موفق کنه؟ کاملا. حالا مثلا بعضیا شبهه دارن مشروعیت از مردم، اصلا مفهوم مشروعیت نمیفهمن چیه. توجیه مشروعیت مبانی خود شده. به هر صورت این نظام یک تجربه منحصر به فرد در تجربیات مدنی بشر است. این ابعادش حالا تازه باید روشن بشه. خب هر بار که ما انتخابات داریم این خارج در چشم اونایی که معتقدن این نمی‌باید اصلا باشه. اونا فکرشون این بود که دموکراسی لیبرال باید دنیا رو بگیره و یه عده‌ای بشن مهد دموکراسی، بقیه هم درجه دو. البته هم به شما بگم غرب صهیونی هرگز دموکراسی در کشورهای ما رو نمیخواد. اونا دنبال دیکتاتورهای سکولار هستن که اونا بتونن نوکری خوبی داشته باشن. خب در همه این پس بنابراین وضعیت بسیار مناسب بوده از لحاظ دید دشمنا برای اینکه یک انتقامی رو بگیرن. البته این قدرت ما رو کاهش نداده. یه انتقام کوره، یک مثلا زخمی رو به تن ملت در مقابل پیروزی‌های زدن که هیچ تأثیری در پیروزی‌های ما نداره. ولی خب این جنایت مرتکب شدن. پس اینا زمینه‌هایی است که تو به صورت کاملا محسوسه. از اینجا میشه فهمید که چه کسایی باید پشت این جنایت باشن. بدون تردید اتاق فکری که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و غرب صهیونی با همکاری صهیونیست‌ها و البته بعضی ایادی منطقه‌ایشون دارن، اونها طراح و عملیاتی کننده این جریان هستن. تازه هم نیست، یعنی ما تجربهمون
در مقابل با کارهای تروریستی که از تجربیات بزرگ جهانه. خیلی از کشورها دنبال این هست که ما چجوری با این شبکه‌های عظیم تروریسم و بخصوص نوع مدرن تروریسم که حالا فرصت باشه من براتون توضیح بدم. بله، این نکته که در مورد انتخابات فرمودید یه مقداری یعنی منظورتون اینه که این عملیات مثلا یکی از خروجی‌ها و نتایجش این بود که فضا رو ناامن کنه برای مشارکت مردم، یا بله دیگه، یعنی اینکه ببینید برای انتخابات دشمنی‌ها متعدده. یکیش این است که نقهای مختلف که آقا استصوابی هست، استطلاعی نیست، نمیدونم فلان کردن، همه نیستن، ما رو راه ندادن. بعضی هم به اصطلاح به شرط چاقو میخوان بیان انتخابات، میگن اگه ما انتخاب شدیم انتخابات درسته، اگه نشدیم هم غلطه. حالا این نقار من میذارم که این داخلی هست. نه داخلی است، با البته هماهنگی خارجی که شبهه بذارن در انتخابات. یه عده میگه اصلا دموکراسی نیست، یه عده دیگه نه اصلا فضا مثلا سلامت انتخابات نیست، یکی دیگه که اصلا مهمتره که اصلا ناامنه، مردم امنیت ندارن. وقتی ناامنی بالا بگیره خب مردم دنبال انتخابات شاید نرن و اینکه یا مثلا ناامیدی ایجاد کنن، میگه برای چی؟ بنابراین ناامنی یه تکنیکی نه تنها در ایران، در جاهای دیگه هم که انتخابات بوده، افزایش ناامنی یکی از مدل‌های رفتاری برای مقابله با البته در ایران هیچ وقت موثر نبود. ما در بحبوحه جنگ، در بحبوحه کارهای تروریستی منافقین و دیگران انتخابات برگزار کردیم، بسیار خوبم برگزار کردیم. جمهوری اسلامی رکوردش خیلی بالاست، ولی خب اینا از دید دشمنان این فرصت ها برای ضربه زدن به نظم مدنی یونیک ما، منحصر به فرد ما، البته پنهان نیست. خیلی ممنونم آقای دکتر. از در واقع 24 ساعت بعد از واقعه داعش مسئولیت رو پذیرفت. حالا اینکه داعش مجری ماجراست و طراحی جای دیگر را هم بحث میکنیم، از نظر فکری و در واقع از نظر ماهیت فکریشون چی میشه که به این نتیجه میرسن و چطور این جریان تکفیری تروریستی یک ارتباطی پیدا میکنه با جریانات غربی؟ یعنی آیا مثلا اشتراک منافع است، حادثه است، اینا به اینا پول میدن، از لحاظ مالی اینا رو حمایت میکنن؟ آیا نزدیکی فکری بین تروریسم داعشی و تروریسم غربی وجود داره یا نداره؟ ببینید شاید بد نباشه من اشاره بکنم که از انتهای ماجرا، خب حالا نیروهای امنیتی ما دستشون در نکنه، با نهایت قدرت و سرعت یه بخش عظیمی از سرنخ‌ها و اینا رو پیدا کردن و خداوند کمکشون هم میکنه. این نشانه توانمندی دستگاه امنیتی ماست و تشکرم داریم، ملت ما از شما متشکرم. منتها سوال عمومی شاید این باشه که این کسی که آمده به خودش جلیقه انفجاری بسته، خودش منفجر کرده، این نمیتونه یه مزدور معمولی باشه، چون مزدور معمولی پول میگیره که بعد بکشه، بعد با اون پول یه حالی بکنه، نه اینکه خودشو بکشه. پس این داره یه تفکری است که این تفکر توجیه کننده این کشته شدن هست. البته این جدید نیست، ما اقدامات کامیکاز رو در طول تاریخ داشتیم و حتی اینجور زمینه‌ها داشت. این یه نوع تفکر فرقه‌ای یا کالت ماننده. حتی در آمریکا هم بوده. من مثلا 1978 بود، من در دانشگاه برکلی بودم، یک کشیشی اونجا یک فرقه رو درست کرده بود اسم جیمز جونز، فرقه به اصطلاح The Temple of People، پرستشگاه مردمی هم بود. بعد یه تصمیم گرفتن که خودکشی کنن، در راه هدفشون بالغ نزدیک 1000 نفر خودکشی کردن. فقط خودشونو کشتن یا نه خودشونو انتحاری؟ کشتن، حالا انتحاری حمله هم شده بود. چی بشه؟ بله؟ که چی بشه و چه بشه این خودکشی؟ خب حالا ببینید، یعنی اغراض سیاسی پشتش بود؟ بله، اغراض اینا در واقع یه نوع می‌خواستن بی‌عدالتی سیستم نشون بدن و در این حال معتقدن با این کشتن ما میتونیم خودمون رو بکشیم، مردم اینا توجه میکنن و سیستم بهش حدود 1000 نفر. و البته یک عقاید شبیه تناسخ اینا در داخل فرقهشون بود که خودتون میکشید، نگاه نکنید، میرید در روح دیگری حلول میکنید داره. یا مثلا در اواخر جنگ دوم جهانی در ژاپن
هم عملیات کامیکاز بود. خب اونا به ارق به اصطلاح ملی میرفتن خودشونو میکشتن. یا در یه جزیره لااقل 10,000 نفر خودشونو به دریا انداختن بلای اینکه در مقابل به اصطلاح سیستم آمریکایی‌ها تسلیم نشه. میخوام بگم ببینید پس این شبیه این چیزا وجود داره. اون چیزی که در این به اصطلاح داعش دیده میشه، اینا شعار اسلامی دارن، شهادت دارن. خب این سوال هست که این شهادت چطور با کشتن شیعیان و مسلمانان، البته اینا داعش سنی هم کشته، بله. شکل گرفته. در زمانی که رژیم صهیونیستی داره تیکه پاره میکنه مردم مسلمان سنی فلسطین رو و این همه کشتار اتفاق میفته، اینا حتی یک کلمه علیه اونا نگفتن، حتی نگفتن که ما بریم اونجا کمکی کنیم، وقت به جان شیعه افتادن. خب این نشون میده که این فکر چجوری شکل گرفته. پس یک لایه فکری داریم از یک گروهی که اینا مثل کالت، مثل منافقین هم کالتن دیگه، اینا رو میگیرن و اینا رو ذهنشون فرقه هستن. اما این که اینا همیشه اینوری قش کنن و هیچ یک منافع غرب و آمریکا و صهیونیست‌ها رو هدف قرار ندن و همواره یه نوع هماهنگی یا سینک باشن با به اصطلاح امروزه با منافع اونها، این نمیتونه حادثه باشه. چجور اتفاقی است که اینقدر تکرار میفته؟ پس معلومه که اینها اداره میشن. این اداره شدن این کالت ها طبقاتی است. یعنی اینجوری نیست که از مثلا یک کسی در CIA فردش تماس بگیره با داعشی برو خودتو بکش. این تروریسم مدرن، حالا انواع دیگر هم داره تروریسم معاصر، این پیچیدگی‌های خاص خودش داره. به نظر من چند لایه اداره وجود داره. لایه پایینش که اینا هستن که این بیچاره های منحرف الفکری هستن، اینا در زمان پیغمبر هم بودن دیگه. خوارج در خوارج بله حافظ قرآن بودن. مولا اینا رو دم شمشیر گذاره، گفت غیر از منم کسی دیگه حریف اینا نیست، هر کی بزنه نمیتونه جلوشون وایسه. پس این لایه یه لایه است. این لایه توسط گروه اداره میشن که اینا اعتماد به اینا دارن. اینا میتونن فقهای سلفی باشن، فقیهان سر در آخر غربی باشن، افرادی باشن که اینا رو ریکروت میکنن و مورد اعتماد اینا هستن. اینها در کشور منطقه هستن. حالا من لازم نیست الان اسم ببرم، انواع اینا هستن. ما دیدیم که فقیه سلفی حتی میگه من زنم هم میفرستم بره جهاد نکاح بکنه. البته او شیطون بود، می‌خواست حتما زن دیگه بگیره، ولی حالا به اسم جهاد اینو مصرف میکرد. منتها اینا این کارا رو کردن. مدرسه دارن دور و بر مرزهای ما، کشورهای هستن که مدرسه دارن آموزش میدن. میام به این قسمتش. بله. لایه بعدی اونها لایه است که طراحی های اینا رو به عهده داره، که در اون لایه البته بدون تردید عناصر آمریکایی و غربی صهیونی و صهیونیست‌ها نقش دارن. بنابراین ما فکر نکنیم که مثلا این اینجوری هست که مثلا رئیس جمهور آمریکا یا CIA با عنصر مثلا داعشی تماس بگیره. اینا لایه بندی های بسیار دقیقی داره و کاملا محسوب. امروز فهم پدیده‌های بین المللی با دنبال تو اینستاگرام قوطه ور شدن در نمیاد. یعنی شما نقادی میخواید، این شبکه‌های به اصطلاح مجازی دو تا ویژگی دارن. یکی میس اینفورمیشنه، یعنی مقدار زیادی دروغ رو به شما پمپ میکنن که شما از یکی در نیامده به یکی دیگه فرو میرید. و دیگه دیس اینفورمیشن یعنی گوشهای شما رو از شنیدن صدای دیگر میبندن. یعنی به جوری که اگه به شما بگن راجع به این پدیده میخوایم بررسی کنیم، باید بریم همون شبکه معهود خودت که با کوکی هایی که توش گذاشتن میدونن میل تو چیه، انقدر بهت میدن از همون چیزایی که میل داری که اصلا خفت میکنن. دیس اینفورمیشن بدتر از میس اینفورمیشنه. خب این تکنیک هاییست که برای داره. بنابراین این به اصطلاح تروریسم کالت مانند، البته نوعای دیگه هم داره تروریسم مدرن، مثلا مدل انقلاب‌های رنگی و یه مدل دیگه از تروریسمه ولی شعار دیگه ای داره. یا مدلی که ما در فتنه اخیر داشتیم
شورش های بدون سر، البته سر داشت، چخوام بود سر نداره. ظاهرش این است که فعلا یک کسی محورش نیست. جنبش های بدون سر، انقلاب های بدون بله، سر، انقلاب های بدون سر رهبر واحد ندارن، ظاهرا ندارن. فعلا اینایی که تو این جنبش هستن اینا باید زمینه رو آماده، اینا عمل اکره هستن، اینها به اصطلاح هیزمایی هستن که باید آتش بگیرن. خب توش تروریسم بود، کاملا هم سر داشت، کاملا هم محاسبه شده بود، تفکر روشنفکری داشت، از ژیژک گرفته تا هنری لوی تا بقیه برای چیز که در داخل هم یه مش کسانی که نشخوار 1000 بار جویده اونا رو مصرف میکنن، اونا مرتب میگفت خشونت مقدس از این حرفا. بله من متاسفم که اونا تونستن قوانینی که محدود کننده برهنگی در ایران هست او رو ضعیف کنن. ما این رو باید جبران کنیم، این محصول همون تروریسم است که اونا داشتن. حالا من میخوام بگم تروریسم مدرن شکلش عوض شده. برگردیم به همون کالت مذهبی. پس ببینید ما اگه بخوایم نقادانه نگاه کنیم طبیعتاً میرسیم به این نقطه که این به اصطلاح تروریسم داره اداره میشه و اداره شدن در لایه‌های مختلفه. حالا من سابقه‌ش هم به شما بگم. ببینید طالبان در زمان ضیاءالحق تولید شد. من با ضیاءالحق یک رفاقتی داشتم برای کار خودمون در پاکستان. یک شب خونش بودم. خب بهش گفتم که ضیاءالحق تو که اینقدر آدم متدینی نیستی، اونجور متشرع، خانمت که چه نجاب نداره، خودم حالا راحتی، این که طالبان رو آوردی اینجا مدرسه زدی و اینا متشرعای خیلی تندن، پول عربستان رو آوردی چند گفت حدود 600 میلیون دلار اون مدت که پول گرفتم، این چه کاری تو انجام داری میدی؟ گفت میخوای جواب دیپلماتیک بدم و جواب حقیقی؟ گفتم نه حالا هرچی بگی من میفهم چی گفتی. گفت ببین انقلاب شما بخواید چه نخواید یک موج عظیم ایجاد کرده که خیمه سیاسی و قدرت ما رو داره میلرزونه. که همین بلا رو هم سر عراق آورده. شما دنبال جنگ نیستید، انقلاب شما امواجش اینجوریه. تنها راهی که برای ما مونده ما یه دونه مخالف باز هم مذهبی براتون درست کنیم که اینا بتونن جلوی این حرکت انقلابی شما رو بگیرن. ببینید این نظر مرحوم ضیاءالحق که خیلی صادقانه هم گفته بود. اون زمانی که این حرف رو به شما زد در چه مسئولیتی بود؟ رئیس جمهور پاکستان بود. حالا همین رئیس جمهور هم ترورش کردن، حالا بحث دیگه است. خب از دل این طالبان القاعده درآمد زمانی که شوروی در افغانستان بود و القاعده به طور رسمی با CIA کار میکرد. یعنی موشک‌های استینگری که اینا بهشون میدادن و هدایت‌های عملیاتی و اصلا پنهان نبود. و از درش القاعده درآمد. القاعده بعد از مدتی دیگه وقتی شوروی رفتن بیرون، القاعده دیگه کار دیگه نداشت بکنه از افغانستان. خب مسئله افغانستان پیش آمده، اینا القاعده توسط به نظرم صهیونیست‌ها به کار گرفته شدن برای ایجاد جنگ بزرگتر. اون حوادثی است که در نیویورک اتفاق افتاد. حالا از اون بگذاریم، از دل القاعده داعش پیدا شد. یعنی اینها تکنیک‌های مختلفی است. القاعده دیگه نمیتونست کار داعش انجام بده. القاعده آمده بود یک زمینه خاصی رو تعریف میکرد، داعش آمد حالا خلافت اسلامی رو تعریف کرد. حالا یه چیزی که مسلمان‌های زیادی در دنیا تشنش هستن. یعنی شما یه بحثی در جهان اسلام هست، یکی از دستاوردهای انقلاب ماست که چرا در جمهوری اسلامی در ایران داره قدرت ملی اینجوری بالا میاد، دموکراسیشون هم دارن، مسائل اسلامیشون دارن و جای دیگه نیست و اصلا بدبختی جهان اسلام چرا اینجوریه؟ روی این قضیه بنا کردن احیای چیزی اسم خلافت. اون چیزی که شهید سلیمانی خدمت عظیمی که به ما، به منطقه و به جهان کرد، این است که ریشه اینا رو از بیخ در آورد. یعنی الان سوال این است که مرکز حکومت اینا در موصل برقراره یا نه؟ خلافت اینا در سوریه برقراره یا نه؟ اصلا چیزی به اسم خلافت اسلامی وجود نداره. حالا اینجا من یه سوالی بپرسم. بعضی همینو میگن مگه شما نمیگید دولت داعش از بین رفته؟ پس این عملیات ها رو کی انجام میده؟ ببینید دولت داعش از بین رفته، پروژه تروریستی
آمریکا و صهیونیسم که از بین نرفته که. اون پروژه مرد، ریشه‌کن شد و به جاش مقاومت اسلامی. این دولت و زمین دستش نیست. نه ابدا. در سوریه، در عراق، هیچ در جا. دیر و زور. اینها واحد اما آدماش هستن. آدماش هم نیستن. اینا ریکروت های جدید. شما سن اینا رو نگاه کنید. اینا بعضیشون در زمانی که داعش متولد شد مثلا 7 ساله بودن، 8 ساله بودن. خب تفکرش هست دیگه. خب تفکر مربوط به اون جاییست که داره اینا رو تولید میکنه. یعنی 100 سال دیگه هم شما کلونی های شبیه این حالا با اسمای دیگه خواهید داشت. دلیل اینکه این تروریست وجود داره، این نوع تروریست، این است که اون جایی که اینا رو تأمین کرده، تعلیم داده و مغز پشتش هست، اونا که فعالن. اونا کیان؟ اونا 100% شبکه با هدایت آمریکا و دول غربی، عمدتاً انگلیس، فرانسه. این که میگم فرانسه این است که فرانسه در تسلیح داعش نقش بسیار مهمی داره. اما داعش تو مواضع خودش ژست ضد امریکایی زیاد داره، مثل القاعده قبلا. خب کجا زده آمریکا رو؟ چطور گفت که شعار ضد آمریکایی بده ولی قش کنه تو منافع آمریکا؟ این هم اینا برنامه‌ریزی است دیگه. برای اینکه دل مسلمونا رو جذب کنن، آمدن از تفکرات خیلی تعصب‌آمیز سلفی استفاده میکنن، خیلی تند، و بعد شعارهای تند هم میدن ولی عملا در بغل منافع آمریکا دارن حرکت میکنن. بنابراین این عناصر تروریستی اسمش امروز داعش، ممکنه 5 سال دیگه اسم دیگه پیدا کنه. همون جوری که در به اصطلاح فتنه اخیر اینا دیگه صحبت اسلام نمیکردن، صحبت پاره کردن اسلام میکردن. اونجا اینو جدید از تروریسم بود. پس ببینید تروریسم مدرن امروزی استکبار جهانی به رهبری آمریکا و غرب صهیونی این پروژه های مختلفی داره. و ضمن خدمتتون بگم که اصلا صهیونیسم یه پروژه است. پروژه صهیونیسم این نیست فقط هم در منطقه ما نیست، در جای دیگه هم هست. در منطقه ما این پروژه کلید خورده با آوردن یه مش افراد باند جنایتکاری که اونا اسم رژیم نمیشه بهشون گذاشت، اینا بشن کشور اسرائیل و از اینجا منطقه رو از نیل تا فرات زیر بلیط بیارن. از 2 تا هدف عمده اینا داشتن. یکی این که منطقه زیر سیطره بیارن با امکاناتش، و یکی دیگه این که اسلام رو از اینجا ریشه‌کن کنن. اسلام برای غرب دردسر بزرگی است، بخصوص بیداری اسلامی، بخصوص انقلاب اسلامی، بخصوص ایده های انقلاب اسلامی. ببینید انقلاب ما داره ایده است. داخل کشورمون تأسیس یک نظام مدنی سیاسی بر اساس اقلانیت اسلامی، دموکراسی کاملا نوین، همه چیزم با انتخابات. و شما میدونید که مهمترین و بزرگترین حامی دموکراسی در ایران مقام معظم رهبریه. اونایی که همیشه سینه چاک آزادی دموکراسی بودن، در فتنه 88 دیدیم دشمنان درجه 1 دموکراسی بودن. آبروشون رفت. در منطقه حرف داریم مقاومت اسلامی، این دکترینه. پس شما این تهمت خالص سازی به نظام رو قبول ندارید؟ نه، این از اون نق‌هایی است که همیشه ما در انتخاب هر انتخابات که ما داشتیم یه مش نق داشتیم توش. این نق‌ها برای کسانی که قائل نیستن به رأی مردم. والا با همین نظارت استثنایی، با همین مکانیزم، کشور بیش از 30 سالش عمدتاً دست جناحی بود که نقنقو هستن. بازم نق میزنه، کمشونه، چالش نمیخوان داشته باشن، در حالی که دموکراسی با چالش. من حالا این جمله رو تکمیل کنم که ببینید بنابراین این داعش به اصطلاح اینجور نیست که مثلا ظاهرش ما رو چیز کنه که اینا که بچه مسلمونن، اینا که آیه قرآن میخونن، اینا چجور شده که با ما درگیر هستن. این یک پروژه بسیار پیچیده، به اصطلاح خیلی هم شیطنت آمیز تروریسم مدرن غربی هست. حالا شما سوالتون رو بکنید. من پرسشم این سیری که فرمودید طالبان، القاعده و داعش، و فرمودید که احتمال داره در آینده شکلش تغییر پیدا بکنه و غربی ها صهیونیست‌ها از بهره ببرن. اما آقای دکتر چرا همش در بستر در واقع نگاه‌های دینی شکل میگیره؟ آیا این پتانسیلی است که در دین وجود داره یا نه؟ چون این تهمت به دین هست که در واقع دین کمک میکنه به این اختلافات.
همونجور که گفتم پروژه های تروریستی برای منطقه ما که جهان اسلامه بیشتر جنبه دینی داره، چون با یک تیر 2 تا نشون میزنن. یکی حکومت ها رو ناامن کنن، نیروهای خودشونی بیان سر کار، و یکی دیگه اسلام رو بزنن. اسلام برایشون دردسر. اما در محیط های دیگه مثل گرجستان، مثل اوکراین، اونجا بحث دینی نبود. ببینید انقلاب های رنگی گرجستان و اوکراین 100% توسط شبکه صهیونیستی بود. الان که دیگه مدارکش اونجا ابزار دین به کار نمیاد برای اختلاف انداختن. اونجا ابزار دین نبود. اونجا ابزار نه، اختلاف از ماهیت دین نیست. بله، اختلاف از ماهیت دین نیست. نگاه میکنن کجا میشه استفاده کرد. الان سلفی ها در جهان اسلام قدرت ندارن که، یعنی مثلا حکومت هایی که من نمیخوام اسم ببرم در اطراف ما که اینا مثلا مهد سلفیگری هستن، خودشون که دین ندارن که، سکولارهایی هستن که نمایش دینی دارن و نه اعتقاد به سلفیگری دارن نه اعتقاد به غیر سلفیگری. پس سلفیگری اصلا چیزی قدرتمندی در جهان اسلام نیست، ولی قابل استفاده هست. یه تعبیری در پیام رهبری بود بعد از در واقع حادثه تروریستی در کرمان. حالا من فکر کنم تو صحبت‌های شما یه مقداری خیلی باز شد این ماجرا، اما اجازه بدید من این تعبیر رو بخونم. ایشون اشاره‌ای به کشور خاصی یا گروه تروریستی خاصی نمی‌کنند، اما یه تعبیری رو استفاده می‌کنند: مغزهای مفسد و شرارتزا که آنان را به این گمراهی کشاندند. این مغزها، این که اون جوونی نیست که به خودش انتحاری بسته، این مغزهای مفسد شرارتزا کیه؟ ببینید من همونجوری که اشاره کردم این مدل از تروریسم، این یه مدلی است که الان توسط آمریکا و غرب صهیونی اجرا میشه، دارای لایه‌های مختلف هدایت هست. من از پایین میگیرم تا به جای اینکه از بالا شد. از پایینش این بچه‌هایی که به خودشون چیز میبندن و میکشن، اینا توسط عناصری در محل‌های خیلی کوتاهی، اینجوری نیست که مثلا فراگیرم باشن. یک کلونی تو افغانستان، یک کلونی تو تاجیکستان، یک کلونی اصلا میکنه تو اروپا باشه. اینا ریکروت میشن و در اونجا تو مسجدشون اینا افراد میان و اون امام جمعه یا اون آخوند یا اون کسی که اینا رو تحریک میکنه میاد احساسات اینا بالا میاره. اولا بر علیه وضعیت فعلی مسلمین داد و سخن میزه. من چون سخنرانیان رو بعضی دیدم، بهشون میگم ما مسلمین چرا بدبختیم؟ هارون الرشید چه عظمتی داشت، چرا اون از دست دادیم؟ معاویه چه عظمتی داشت، چرا اون از دست دادیم؟ میان ریشه یابی میکنن، میگن باید خلافت احیا بشه. دشمنای خلافت کی هستن؟ درونی و بیرونی. اصل کاری میگن درونیه. درونی کی بودن؟ میگن کسانی که با خلافت دعوا داشتن همین شیعیان و روافض بودن. بله، ما با خلافت نامشروع، اتفاقا باعث بدبختی جهان اسلام همین سلسله های خلافت هایی بودن که مثل بنی امیه و بنی العباس که بعداً آمد، اینا بودن دیگه. خب ما حرفمون اینه، اینا برنامهشون اینجا. بعد ما حدیث میارن میگن که این روافض از یهود بدترن. یکی دیگه حدیث میاره که اینا چون این چنین بدبختی برای مسلمین آوردن پس خونشون حلاله، زناشون هم میشن بهشون تجاوز کرد، شکمشون میشه پاره کرد، سرشون هم میشه بور. ببینید اینم شستشوی مغزی همین. اینم مرحله بعدی. من. این مرحله توسط همون بخش از مغزهای کثیفی است که اینقدر معتقد نیستن، که مختصم که معتقد باشن. پشت اینا اون وقت گروه دیگری هستن که پول میگیرن، فتوا صادر میکنن. پشت اینا مرحله بعدی است که عناصر منطقه‌ای دارن و وصلن به عناصر اصلی و بعد عناصر اصلی هستن که تصمیم اساسی رو میگیرن. بنابراین این که یه مدل ساده ای رو بعضیا فکر میکنن وقتی ما میگیم این کار آمریکاست، این کار صهیونیسته، مثلا یه جوری میگن این چه جوریه؟ مثلا نتانیاهو صحبت کرد، آمریکا از واشنگتن بچه. خب این نشانه ضعف فکری ایناست. اگر این حضرات میخوان پدیده‌های بین المللی رو با این ساده لوحی بفهمن که بهترم برن به زنبور عسل داری گفتن. حالا نمیدونم شما شنیده بودید یا نه، یکی از فعالین سیاسی همین حرفو زده، گفته که نتانیاهو از خونش تماس گرفته مستقیم. بله، من به نظرم اگه کسی عقل نقادی در این زمینه نداره بهتره بره به یه امری مثل پرورش زنبور عسل بپردازه. این کار خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. آره. بله. بله. خب آقای دکتر، این دفعه که این عملیات اتفاق افتاد
خیلی سریع امریکایی ها فکر میکنم سخنگوی پنتاگون یا حالا کاخ سفید در واقع مصاحبه گذاشت، کنفرانس خبری، و خیلی سریع گفت که نه کار ما بوده و نه میتونه کار اسرائیلیا باشه. چرا اینجوری موضع گیری کردن؟ خب به خاطر قدرت ماست. اونا میدونن که ما وقتی میخوایم پاسخ بدیم، پاسخ ما بچگانه نیست، احساساتی نیست. ما دکترین داریم، برنامه داریم، مطابق جلو میریم. یکی از فرماندهان معروف رژیم صهیونیستی گفته بود که ایرانی‌ها آدمای بسیار تیزهوشی هستن و بسیار هم زیرک هستن. درسته، خداوند تیزهوشی و زیرکی رو به ما داده. این که حالا مثلا ما از روی احساساتی عملی، نه، ما حساب شده کار میکنیم. اونها میدونن که ما حساب شده کار میکنیم. اونها عظمت و قدرت و تأثیر جمهوری اسلامی در منطقه روزانه حس میکنن. ببینید مثلا من براتون مثال بزنم. یمن، ببینید یمن رو اینا که اصلا به حساب نمی بردن. کشورهای منطقه با تمام اطلاعات تو سرش زدن. امروز یمن قهرمان همون جهان عربی است. خودشون میگن البطل العروبه. یعنی بله دیگه. خب اصلا من اینجا باید بگم به نظر من ما باید یک تحرک وسیع سیاسی دیپلماتیک به نفع یمن در بیاریم. یمن با این کاری که در جهان اسلام جزو محبوب ترین حکومت‌های عربی و اسلامی است. چرا یمن باید تحت محاصره باشه؟ چرا ما باید حکومت انقلابی یمن که اینقدر شجاع هست او رو به رسمیت نشناسیم که در سازمان ملل اینا دنبال یا آشغالای دیگه بگردن؟ چرا باید اتحاد یمن مورد، یعنی ما الان با توجه به روابط خوبی که ما بعضی نقاط منطقه داریم و با جهان اسلام باید این قهرمان همین عروبه‌ای که خودشون میگن. دیروز تو صحبت‌های سید حسن نصرالله هم بود که به امریکایی‌ها گفت اگه شما به یمن حمله کنید فقط انصارالله مقابل شما نیست، کل مردم یمن مقابل شما هستن. همین جوره. امریکایی‌ها هم دارن یه ائتلافی درست میکنن علیه یمن. بله، حالا از این ائتلافات که بوده، مگه قبلش نبوده؟ کشورهای منطقه رو برداشتن با پول نفت منطقه هواپیما بهشون دادن، حتی خودشون هم خلبان میدادن که برای هر پروازی مثلا چند هزار دلار بگیره بره مردم یمن بکشه. چی شد؟ یمن شکست نخورد. یمن یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه ما در آمد و یمن اصلا به اصطلاح گهواره تمدن بشری است. اصلا این غربی‌ها صهیونیست‌ها و اینا ضد تمدن بشری هستن. حتی مطابق تئوری‌های داروینی تکامل بشری، اون هوموساپین یک جای اولی که ظهور پیدا کرد در یمن بود. یعنی پدر بزرگای انسان‌ها اونجا هستن و آثار تمدنی چندین هزار ساله یمن افتخار تمدن بشری است. خب اینا رو دارن میزنن. من به نظرم اتفاقا زمانی است که باید از یمن حمایت عظیم کرد. خب این یمن چی جوری بود؟ سیاست ما چی بود؟ یکی از بهترین سیاست‌های جمهوری اسلامی تقویت انقلابیون یمن بود. موفق نبود؟ همه میدن که موفق بود. پس ببینید جمهوری اسلامی اهل مثلا حرکات بزندررویی کوچیک و اینا به ما نمیاد. به ما چی میاد؟ حسابگری و ریشه رو زدن. ما ریشه دشمنان اسلام و دشمنان عزت خودمون رو زدن. من گاهی احساس میکنم بعضی از بچه های خودمون هم احساس از بس دردشون آمده کم طاقتن. آره، درد هممون درد آمد، دلهای ما همه خونینه، منتها عقلمون سر جاست، قدرتمون سر جاست و انشالله با قدم‌های درست. ناظر به مسئله پاسخ می‌فرمایید. بله بله، با قدم‌های اونام پاسخ اون نکته است که شما گفتید. چرا آمریکا به سرعت خودش میکشه کنار؟ آدم ما که حرف آمریکا رو باور هیچ کس باور نمی‌کنه. نوبت‌های دیگه که یه عملیاتی علیه ما انجام میداد یا از مسیرهای دیپلماتیک خبر میداد که کار من بوده، یا مثلا وقتی هواپیمای مسافربری ما رو زدن با اون فرمانده اون ناوه رسما نشان دادن، ازش در تقدیر کردن. اما الان فوری میاد مصاحبه میکنیم میگه کار ما نبوده، کار اسرائیلی هم نیست. قدرت به همه میگن دیگه. یعنی میدونن که ما این جور جنایات رو بی پاسخ نمیذاریم. پاسخهای ما کوچیک نیست. مثلا برای یه جایی رو بزنم، پاسخهای ما بسیار دردناک و ریشه زنه.
من به نظرم این استراتژی رو ما حفظ. ببینید آقایی به ما میاد، ما الان مثلا کشور نیست حالا کسی چیزی کرد بلافاصله، ما با هیمنه‌ای که در منطقه داریم باید با همین حسابگری. امروز مقاومت چراغش در منطقه روشن شده، خب این کردیتش به کی داده میشه؟ به جمهوری اسلامی. مسلم نیروهای ما، استراتژیست‌های ما برای اینقدر، من با اطمینان به عزیزانی که دلشون درد آمده کم تحملن میگم که خویشتندار باشید، نصرت الهی با دست مجاهدان راستین اسلام، چه ایرانی چه غیر ایرانی، انشالله نزدیکه. انشالله. یه نکته هم اگر حالا نمیدونم از اون بحث تحلیل جریانی و فکری شما چیزی باقی مونده اگر بفرمایید، اما یه نکته در مورد مواضع داخله و جریانات داخلی است. حالا ما تا اینجای برنامه جریانات فکری در واقع سلفی، تکفیری و حتی غربی رو و صهیونیستی رو بررسی کردیم. یه جریان داخلی هم داریم، حالا من انتساب فرد یا گروه خاصی هم نمیدم. این جریان البته بعد از این واقعه یه همدلی و هم در واقع همافزایی عمومی ایجاد شد. بسیاری از هنرمندها، بسیاری از ورزشکارها، شخصیت‌ها، نخبه‌های دانشگاهی ابراز همدردی کردند و تسلیت گفتند. اما یه جریان فکری در کشور هست گویی هم می‌خواهد این مسئله رو تطهیر کنه و هم در این لحظه ناراحت کننده باز نوک پیکان انتقادش به داخله، یعنی به نظامه، به خود عملکرد نظامه. این جریان رو هم اگه مقداری در موردش صحبت کنیم. البته من این بهش نمیگم جریان فکری، بهش میگم جریان بیفکری. یه مجموعه هستن از افراد که فکر میکنن میفهمن و یه طبقه دیگری از اینا هستن که میدونن نمیفهمن ولی خب وصلن و اتصالاتی دارن. من با اونا کار ندارم. درست. اونایی که حالا من بهشون میگم اینا افرادی هستن که فکر میکنن میفهمن، بسیار سطحی هستن. یعنی وقتی قضاوت میکنن، من شنیدم مثلا حتی در این جریان حمله رژیم صهیونی به غزه آمدن گفتن خب دو گروه هستن به هم دارن میزنن. خب این نشون میده که هیچ حوصله نداره یا توان نداره که این پدیده رو بفهمه. این حالا خیلی محترمانش بود. بله حالا من خیلی فاجعه آمیزتر از اینم هست. یعنی حتی بعضی گفتن خب چرا اینا حمله کردن به مثلا بعضی گفتن تو دعوای مثلا دو تا حیوان و اینا ما چرا باید دخالت کنیم؟ بله حالا اون یک احمقی او رو گفت که حتی نفهمیده بود و که این به اصطلاح توهین به کل بشریت رفته بود، میگفت هوموساپین، نتیجه شد دو گروه خونخوار بدون جون هم افتادن. خب اگر بعد از این همه سال هوموساپین دو گروه خونخوار داره، خود جناب علی کجای کار هستید؟ حالا از این اصطلاحات زیاده دیگه. ببینید اینا نفهمیدن خود پدیده است. آیا پدیده‌ای که 7 اکتبر شد این چی بود؟ چرا اینجوری شد؟ خونخواری بود یا دفاع از فقط بقا بود؟ یک فریادی بود بر علیه جنایات 70 سال. آخر حوصله میخواد اینا. خیلی به نظر من بساطت در فکره. گناه دارن بچه های ما که در معرض این افکار باشن و باید دعا کرد برای کسانی که حرفا رو میزنن که اینا بتونن یه خورده تعمق داشته باشن. کار از دعا گذشته به نظرم. حالا به صورت مطلب می نویسن، مقاله می نویسن، خب کتاب می نویسن. آره دیگه، یعنی اینا دعا اینجا خیلی اثرگذار نیست به حالا نظر. ما ناامید نیستیم، خداوند گاهی در دل سنگ هم یه گاهی درست میکنه. چون اینا رو به عنوان بچه‌های یعنی افراد ملت خودمون من بهشون سمپاتی دارم، دلم میسوزه که اینا اینقدر بسیط الفکر هستن. نه من از این جهت عرض میکنم، شاید شما خیلی تو شبکه‌های اجتماعی نباشید، ولی وقتی مثلا یک کودک 2 ساله 3 ساله‌ای در آغوش مادرش در مسیر در واقع رفتن به مزار شهید سلیمانی شهید میشه، 2 ساله 3 ساله، کوچیک‌تر بزرگتر، اونجا اون فرد، اون جریانی که شما میفرمایید بیفکری، نه تنها همدردی نمیکنه، همونجا هم نمک به زخم میپاشه. خب این دیگه کار از دعا گذشته دیگه. ببینید من دارم همین رو میگم که یعنی غیر از اونایی که وابسته هستن که خب مزدورن دیگه، پول میگیرن کارا بکنن، درجه انحراف فکری با مقدار بساطت فوق العاده به اصطلاح نایوته به قول فرنگی‌ها ترکیب شده و این محصول میده و این در واقع گناه دارن ملت ما و جوانهای ما که حتی
اون روحیهشون با این چیزها روی زخمشون نمک پاشیده بشه. من حالا نمیگم که اینا رو بگیریم و ببندیم و فلان اینها، منتها من میخوام بگم اینا چیزی نیست. اینا وزوز مگسانی است که دور ور هستن. انقلاب به ملت با قدرته، به خود فهم این قدرت مهمه. ببینید اگه کسی کارش روزانه اینه که مثلا سیر کنه، نویگیت کنه تو این سیستم مجازی، همین چرت و پرتا رو خواهد گفت. ولی اگه کسی بیاد اون چیزی که در دنیا داره راجع به جمهوری اسلامی، سیاست‌های کسی اینا رو نقد کنه، بغل هم بچینه، پازلا رو حل کنه، از توش مطلب در بیاره، اون وقت میبینه ایران در چشم دشمنان ما یک قوله. 2 دقیقه وقت داریم آقای دکتر. ولی خب این شبکه‌های اجتماعی در واقع توده گرایی که در شبکه‌های اجتماعی وجود داره کاری کرده نخبه‌های ما پشت سر اون میان. یعنی یه حرفی میزنن که ببینن آیا به مذاق توده خوش میاد یا نمیاد. یعنی اون عقلانیت رو یه جورایی تحت تأثیر قرار داده. یکی از این مشکل فقط مال ایران نیست. این مشکل عمومی است که ما باید فرهنگ زندگی با این فضای آلوده رو به تدریج یاد بگیریم. اما اون چیزی که به نظر من بسیار مهم است، اولا ملت ما باید مطمئن باشه که اینها اون عظمت انقلاب، قدرت جمهوری اسلامی، قدرت ایران و هیبت ایران رو این کارهای تروریستی هرگز کم نخواهد کرد. خیلی ممنونم. به خون این پاکان هم هدر نخواهد شد انشاءالله. بله. خیلی ممنونم. هر گفتگوی با شما برای خود من یه کلاس درس. واقعا ممنونم از شما بابت حضور در برنامه جریان. اگر جنبندی پایانی هست 1 دقیقه در خدمت شما هستیم. من پیامم این است که ما ایستادن در راه حق رو فراموش نکنیم. مسیری است که شهید سلیمانی و دیگران درش بودن عظمتی آفریده است. با اتکا به خدا، با سکینه کامل پشت نظام باشیم و توطئه‌های دشمن را، چه در مورد امنیت، چه در مورد انتخابات، چه در مورد هر پدیده دیگر اجتماعی، با بصیرت انشالله همه رو پشت سر میذاریم. این جمهوری اسلامی ملت ما چالش‌های بزرگی دیده، اصلا بسیار تنومند و قوی شده. این چیزا خیلی کوچیکی. خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز هم ممنونم که جریان رو دنبال میکنید. دوشنبه با آقای زرشناس گفتگو خواهیم داشت. بله، نرم افزاری است که میتونید بخش‌هایی از گفتگو رو به صورت صوت یا در واقع کلیپ هایی که منتشر میشه دنبال کنید. نشانیش رو فکر می‌کنم دوستان زیرنویس میکنن. در شبکه‌های اجتماعی هم جریان رو دنبال بفرمایید. خیلی ممنونم و خدا نگهدارتون.